پنجم دکامبر تخمینا ساعت 11:30 در کنار شهر وحدت یک جوان 20 ساله با پایه‌های یک امدیه امثالش 4-5 ضربه کرد زده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که 5 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:30 در نزد ایستگاه دههشان جوان 20 ساله امدیهش برادرش جوان 20 ساله را با کرد 4-5 مرتبه به قسم‌های بالایی پایهایش زده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. در این سمت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه سینا با عریضه جوان 19 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب پنجم به 6 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 20:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه اجاره‌ایش واقع در شهر دوشنبه در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 و 15,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 25,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن شهر ایسار و نابالغ 17 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه سینا با عریضه مرد 40 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 27 اکتبر سال 2021 مرد 42 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده автомاشین تمغه مرسدس بنز را که به شخص دیگر تعلق داشته است و در حوله او می ایستاده است به مبلغ 47,500 سامانی فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که شام 5 دکامبر تخمین ساعت 17:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا عمر بیروز اشوروویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه مشچا هنگام حرکت در راه ماشینگرد بوستون کمسمال به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته پیادهگر باقی و عزتمو حسنوو سال تولدش 1972 ساکن نویه مشچا را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر باقی و جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. یک روز قبل وزارت کارهای داخله درباره هلاکت دو پیادهگر دیگر در جنوب کشور خبر داده بود. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها راههای خطرناک به شمار می‌روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می‌شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در 787 صدمه در راههای تاجیکستان 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند. هفته گذشته درباره هلاکت 4 طفل خردسال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان گزارش شده بود.